اصل و اساس اسلام ولایته. ولایت رو قبول نداشته باشیم کارمون لنگه. امام رضا علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن کلمت لا اله الا الله حصنی. کلمه لا اله الا الله توحید یه دژ مستحکمیه. فمن دخل حصنی امن من عذابی. کسی که داخل این دژ مستحکم توحید بشه از عذاب خدا در امان میمونه. خب امام رضا علیه السلام تو همین نیشابور خودمون اینو فرمودن ها. امام رضا علیه السلام فرمودن اما یه شرطی داره وارد شدن به این دژ مستحکم توحید. اون شرط چیه؟ فرمود و انا من شروطها. من علی ابن موسی رضا از شرطای داخل شدن به دژ مستحکم توحیدم. هر کی میخواد موحد بشه، هر کی میخواد مسلمون بشه، باید من امام رضا رو قبول داشته باشه. من امام رضا رو قبول داشته باشه یعنی علی ابن ابی طالب رو قبول داشته باشه، یعنی امام مجتبی رو قبول داشته باشه، سید الشهدا تا امام زمان. هر کس که یک نفر از این ذوات مقدسه رو انکار کنه وارد دژ مستحکم توحید نمیشه. هر کی یه نفر رو انکار کنه، چی برسه کسی که قبول نداشته باشه ولایت رو.